شما ریش حجاب نگی. گوش که برادر، شما ریش حجاب نگی. السلام علیکم. بله بله و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. اکا اینجا کانال اصلاح تیجیه. اصلاح تیوی بله. گوش که میگم که اکا جان یک خواهش دارم، میخوام که همین خواهش مرا اکا جان شما حال نی پنگ کنین همین ببونین همین کانال دا که خواهش ما با ملاها همین یعنی که آجی میرزا آجی نوردین همین ملاها گپ زنن که برای سطر هر گپ زنن که از برای الله هر گپ زن. یعنی کی برای چی گپ زنه حاجی میرزا خطیشون نوردین برای چی گپ برای سطر که چی با هر گپ نمیزنن که همین ملیتور گوش که برای سطر حاجی میرزا از حقوق مردم حمایت کنه. فهمو؟ من بارها تکرار کردم بینندگان گرامی، برای ریش برای سطر اینا رحمان و خرسند میشود که ما برای ریش و برای سطر گپ میزنیم. ما برای رفتن رحمان گپ زنیم. بارها تکرار کردم که پیش دکتر وقتی رفتی گفتی سرم درد داره، میگم من ترا میخوام انالیستا بگیرم، تو دیاگنوستا بمونم. انالیستا که میگیره بعد دیاگنوستا میمونه که سری تو سببی در کردنش برای اینکه جگر رو در میکنه یا گرده در میکنه یا اعضای درونی بدن رو در میکنه. انا باید من دورو بودیم که انا همو گرده و جگر همو اعضای داخلی بدن تطبیقات کنم تو اینکه سوس شوه. سری تو در کردنش اگه پرابلم نیست. سطری تو با مانند انمو سردرد، ریشی تو با مانند انمو سردرد. اساسی پرابلم اساسی رحمانوف که رفت سطرت آزاد می شود، دخترت آزاد می شود، مکتب میتونه بروه، مسجد ها میتونه زن ها بروند، یعنی ریشت آزاد می شود، مکتب یگان پرابلم مشکل نمی شود. این وزیر معارفی که هست اینا رو اصلا میگیری هر یک برادرها و هر یک شهروندان خونده و گی و بسواد هستن که در وزارت معارف میمونی بهترین نظام آموزشی را تشکیل میکنه. این دزدا و این دیسرنتی بدنی رئیسای دانشگاه ها و کافدرا و این رکتورها را میگیری، همش رکتورهایی که خوندگی واقعا بسواد، یعنی که اونها را گرفت موندن در کره. دیرکتری مکتب با پل انتخابش نمیکنی که $5000 بتیه تو را بعد گیری بریمونیش. دیرکتری مکتب یک شخصی که کاملا میدونه نظامی درس دادنه و بعد از اون ببین که چی خیلی تاجیکستان پیش میروه. اساسی تمامی بدبختی در سیاست، در اقتصاد، در اجتماع، در دین، در تمامی پرابلم هایی که تاجیکستان گرفتار اون از رحمانوف و 7 دختر و چند هزار داماد انمی آدمای دیده استین اینا. شما ریش حجاب نگی. گوش که برادر، شما ریش حجاب نگی. ریش حجاب شما در رفتن رحمانوف های. انمی رحمانوف رفت تمامت آزاد میشه. انمی رحمانوف اگر حاجی میرزا بخیزه بگه که امام رحمانوف ظلم نکه برای ما این بیشتر خوبتره ای که بخیزه حجاب بگه. حجاب تا آزاد هم نمیکنه رحمانوف.